پرهام جان 6 ماه متولد شدن و بعد به تولدشون 2 ماه در قسمت NICU بودن به واسطه نارسیشون. تا 1 سالگی شاید نمیخواستم بپذیرم و بعد از اون که دغدغه حرف زدن و راه رفتنش برای من پیش اومد و به پزشکای متخصص مغز و اعصاب و غدد فراوان مراجعه کردم، تشخیص CP یا همون فلج مغزی، اوتیسمتیک و بیماری ذهنی حرکتی و عدم دید مرکزی و پزشکان روی پرهام تشخیص دادن. در صدد درمان بر اومدین ها؟ بله، از طریق کار درمانی و گفتار درمانی پیگیر شدم و به لطف خدا و خواست خدا توی 3 سالگی موفق به راه رفتن شد و در 6 سالگی گفتار پیدا کرد. یه روز که در داخل منزل بودم از مدرسهشون با من تماس گرفتن و گفتن که خانم فروتن آقا پرهام کلاس آموزش قرآن میره. گفتم نه، چطور مگه؟ گفتن شما میدونید که پرهام حافظ کل قرآنه. من یعنی شوکه شدم، برام اصلا باورپذیر نبود، چون نه آموزشی دیده بود. تو خونه قرآن، صدای قرآن؟ فقط از طریق تلویزیون اگه گاهی قرآن گاهی اوقات کنم، نه بله، همیشه. نه دائم. یعنی یه چیزی که اصلا میگم در اعجازه دیگه، یعنی باورپذیریش به صورت عادی امکان نداره. برای ما هم باورپذیر نیست. آخه تلویزیون که پشت سر هم پخش نمیکنه که بگیم حالا یه نفر نشسته. آره دیگه، میگن گاهی قطعه اصلا آقا پشت هم پخش پشت هم شما بار پشت جلو تلویزیون بشین، رادیو از صبح تا شب برات کل قرآنو بخونه، آخر شب یه آیه هم حفظ نیستی. من سوالم اینه این چجوری حافظ کل شده؟ مادر اصلا خودشون هم نمید. مادر شما کامل میدونین خانم فروتن؟ میگم معلمشون با من تماس گرفتن و اینجوری عنوان کردن که پرهام بهشون گفته بود که آقا من میخوام بازیگر ملکوت بشم. شما میدونید ملکوت یعنی چی؟ گفت من رفتم تو گوشیم کاملا تصادفی، گفت من ملکوت رو برای پرهام سرچ کنم، بعد هم یکی یکی سوره ها رو گفت آقا من بلد، گفت سوره اومد، بعد گفت من اون سوره رو هم بلدم بخونم، گفت خوند. بعد من رفتم پیش معاون و مدیر مدرسه، اونا اومدن خوندن و خون براشون و کارشناس علوم قرآنی. پس خود شما هم در واقع از ناحیه مدرسه متوجه شدید؟ بله، خودتون هم نمیدونستید؟ کلمه میپرسم، حظ الانثیین تو چه آیه از چه سوره؟ 176 نساء. الله اکبر. تشویق کنیم، حالا تشویق کنیم. ان الله یعلم ما یدعون من دونه من شیء. آیه 42 عنکبوت. الله. شما یک سوال بپرس. کجا؟ افمن كان على بینة من ربه و یتلوه شاهد منه. آیه 17 هود. درست گفتم ماما؟ احسنت. فکر میکنه مثل یک حافظ به صفحه و آیه میرسه میگه، یا نه با یه مکانیزم دیگری همینجوری تو گوشش کسی نمیدونه آخه، مادرم نمیتونه. مادر شما میتونین بگین؟ ایشون که از روی قرآن که حفظ نکرده که. نه قرآن میگم دسترسشون نبود که بخوان حفظ کنن. عجیب. معجزه است، یه خارق عادته. کاملا خارق عادته.